نگفته نماند که طوری که گفتیم پیشتر مرگ بالای همه آمدنی است. یک مبارز هم از این دنیا رحلت میکنه و یک چاپلوس هم. فقط بدانیم که در سنگ قبری شعر نوشته میشد که اینجا شعر خواب است. در سنگ قبری سگ نوشته میشد اینجا سگ خواب است. و اون کسانی که طرفداری از رژیم رحمان میکنید مطمئن باشید که روز میشود که مرگ به سراغ شما میآید و بالای سنگ مزار شما نوشته میشود که سگ اینجا خواب است. این حال سخن نوبتی را با برادران می‌گویم. به نام خدا و به یاد شهیدان ملت تاجیک، اولا درود پیام خود را به تمام برادرانی که اینجا جمع شدن میرسانم. واقعا جای شکرگزاری است که امروز این برادران وقتی قیمت خود را و در این ماه مبارک رمضان نادیده گرفتند و توانستند در این تظاهرات مردمی تاجیکانه اشتراک کنند و واقعا هم جای سپاس است و از نام خود و از نام برادرانی که نتوانستند در اینجا اشتراک کنند سلام و درود و پیام خود را میرسانم. از جوانانی که امروز واقعیت نه فرزند نه زن نه خانه و در به خاطر 9 میلیون یا زیاد از 10 میلیون ملت تاجیک از بحر تمام منافع شخصی و زندگی و جوانی خود گذاشتند تا که توانند در این بدترین و یک روز واقعیت شرمگینترین برای یک دیکتاتور رحمانوف که میخواهد یک سیاست ناخیرتمندانه خود را در یک دولت دموکراتی مثل استانبول پیاده نماید که حتما از این سیاست های رذیلانه تک تک این مبارزان و تمام ملت تاجیک حتما آگاه خواهند شد و این برادران به نزدیکی پیدا خواهند شد و امیدوارم که دولت ترکیه از پای این سیاست رذیلانه تاجیکستان و یک قوم به نام امام علی شریفویچ رحمانوف می شود و اونایی که در این قضیه دست دارن همون جاسوس ها همون سگان این دیکتاتور که در دولت استانبول در دولت ترکیه در شهر استانبول این کارا رو رخ میدن، امیدوارم که از پای قضیه خود دولت ترکیه خواهد شد. اما اشاره تمام ملت تاجیک و اول خصوص تمام مبارزانی که امروز در اینجا جمع آمدن مطمئن باشند حکومت تاجیکستان روز قدم های هر یک این ملت در پارلمان این دولت قدم خواهند زد و حیات این ملت و حیات تمام مردم این مظلوم تاجیک سرنوشتشون دست همین جوان مردان خواهد بود که امروز به خاطر یک سیاست بی‌عدالانه، یک سیاست رذیلانه، یک سیاست بی‌خیرات، تنها ظلم، کشتار، قتل، غارت که از دست اینها بیش از اینها نمیآید، باز هم میخواهند این ملت تاجیک و این مردم را به انانخرین 2 نفر 1 نفر دزدیدن بردند. چی از حکومت روسیه، از رژیم پوتینی و چی از دور از چشم دولتمندانی که دموکراتی هستند واقعا این کارهای رذیلانه را تشکیل میدهند. حتما روز به سوالهای این ملت تک تک این جوانان جواب خواهند گفت. مطمئنم که روزهای نزدیک قدم تک تک این ملت در داخل تاجیکستان با صدای استعفا به رحمانوف، استعفا به سیاست رذیلانه،
آزادی به برادران مبارز، آزادی به سهراب ظفر و نسیم شریفوف. سلامت باش.